به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سپاس و درود بینندگان گرامی به برنامه بازیگر خوش آمدید. ببین، یک معلمه 53 ساله به نام شهادت بهادرova معلمه 53 ساله به خاطر اینکه فرزندش به اتهام تروریستی و افراطگرایی متهم شده است و روانه زندان شده است و خودش از مکتب او را سبکدوش کردند و فرزندی که در دانشگاه میخوند است یک از دخترانش اون را راندند، خودکشی کرده است، خود را به دور آورده است. این معلمه بیچاره که فرزندش اگر فرزندش گناه کرد، این چی عیب دارد؟ نه در دین اسلام، نه در ارزش‌های انسانی ملی تاجیکی هیچ کس به خاطر گناه دیگر نباید مجازات شود. اگر فرزند او تروریست است یا متهم شده است، چرا اون جوابگر باشد؟ ببین، فرزندش رو مثلا بردن روانه زندان کردن، دخترش رو از دانشگاه خارج کردن، خودش رو از مکتب خارج کردن و هر روز هر کجای میرفته است میگفته است که فرزند شما شرمنده ها، فرزند شما تروریست افراطگرای دیگر. حال هم اون فرزندش واقعا که تروریست است یا نیست، این هم زیر سوال است و حتی این هم سوال است که اون رو کی تروریست کرد. ولی واقعا این حادثه دوستی عزیزم در همسایه کشوری ما در ازبکستان رخ داده است که متاسفانه امروز ما در پی ازبکستان داریم همین کارها رو انجام میدهیم. باید پدری 95 ساله جوابگوی فعالیت فرزند باشد، پدری 70 ساله، مادری 60 ساله جوابگوی فرزند باشد، یا عمک یا دیگر باید از بانک از دیگر جا اخراج شوند به خاطری که جیان فلان اعلان کارهای فعالیت سیاسی میکنند. درست است. این روش شیوه کاری عصرمیانگی همه دیکتاتورها همین است، چون دیگر راه اصلاح وضع رو نمیدونن. فقط ببین در تاجیکستان ما هم همین است. تنها راه چی را فکر دارن؟ این باز میگم که همین خاصی جامعه های دیکتاتوری است. این فقط منع کردن، زدن، بستن، اخراج کردن. در کجا شما دیدید که غیر اینها یک کاری کرده باشن؟ برای مثال در کجا دیدید که اونها مثلا همین جوانای در جامعه خودمان مثلا با جای این که بیان با مردم با این لحن تند صحبت کنن، بیاین مثلا با اونها از راههای درست کار بگیرن. مثلا برای مثال اگر یادتون باشه، شاید در این خبرهای ما هم بیاید، کشته شدن قربانی چالوف که دولت چالوف در سوریه. همین دولت چالوف در سوریه برای سوریه رفتنش بازداشت شد، درست؟ با زندان رفت، از زندان بیرون شد. خب شما تصور کنید اگر همین دولت چول از برای قانع کردنش، برای صحبت با او از حاجی میرزا استفاده میشد، از ایشون نوری‌الدین، از دیگر استفاده میشد و با اون یک فرصتی داده میشد که چرا یک اودیتوریا ساخته نمیشود از این روحانیان که با این گروه جوانایی که مثلا گرایش های همچنینی دارن بیاین صحبت کنن، اونها را واقعیت رو بفهمونن. چرا یک مثلا مرکزی گفتگو چنین پیدا نمیشه در تاجیکستان؟ ولی اینها فقط زدن، گفتن، بستن. یعنی همون چیزی که شما فعلا اشاره کردید، کارشناسان و خیلی از متفکران تاجیک میگفتن که با بستن حاجی میرزا و ایشان نوردین روحانی، مولوی دیگر مولوی ها و عالمان تاجیکی، خیلی مولوی عبدالرحیم قازقانی و دیگر ها واقعا گفتم هشدار دادن که این کار شما عواقبی بدی دارد. حزب نهضت رو راندید، عالم ها رو راندید، روشنفکرها مثل برزو و سفر عبدالله و دیگر اونها رو راندید. دیگر در تاجیکستان شما چی میخواهید بکنید به این کارتون؟ یعنی شدند زور بالای ملت، میزنن، میکشند، عذاب میدن، تروریست میگن، این میگن، ولی در مقابلی باید واکنش در برابر مرگ عمرعلی نظرов یک واکنش جدی نشان میدن، خب هستن، خاموش هستن. درست است؟ در برابر همه این قدر جسدی که میاد چرا شما خاموش هستی؟ ولی در داخل مثل همون چی عربی که گفتیم که در برابر من شیر هستی و در جنگ ها مثل روباه، این واقعیت همین است. یعنی ملت خود رو میزنن، میکشن. مثل تاجیکی معروف هم هست که خانه شیر میدان غریب. بله.
همون است. بله واقعا هم این سیاستی که فعلا حکومت تاجیکستان دارد که بستگانی فعالان سیاسی را زیر اذیت میکند، مورد شکنجه قرار میدهد، اینم عواقب تلخ دارد. باید این بفهمد که وقتی برزو با این قدر صبر و تحمل از اون 95 ساله یاد میکند که شما وقتی خود را جوان مرد میگید، تاجیک میگید، چطور توانستید که یک موی سفید 95 ساله را شما میبرید اشک میریزونید در پیش نواربردار و همچنین نمیگذارید که دیدار پسر بر دیدار نبیرگانش رود. همین خیلی است. دیگر این است که کرامت شریف رهبری جنبش مهاجران تاجیک در روسیه گفته است که آنها آمادگی دارند که یک تلویزیون راه اندازی بکنند. یعنی راه اندازی تلویزیون به یعنی شبکه ویژه تلویزیونی به نام TTT می تاجیکسکی ترودوی میگرانتی بسازند. واقعا این عمل خوبی است، اقدام خوبی است. هر جامعه شهروندی با این تلویزیون و رادیو و با رسانه هاش و با اینها تقویت می‌یابد. هر آن قدر که تلویزیون ها، شبکه‌های یعنی رسانه ها و شبکه‌های تلویزیونی و رادیوها بیشتر شود، همون قدر یعنی قصد مستقل بیشتر شود که اون واقعیت دل مردم رو میگوید. واقعا هم به فایده جامعه شهروندی هست، به فایده ملت هست و یک درد ملت را باز به جهانیان و به مردم میرساند که این واقعا خوب است. ما برای کرامت شریف و جنبش مهاجران روسیه تاجیک موفقیت را آرزومند هستیم که یک شبکه واقعا خوب، مستقل و برای ملت تاجیک بله مفید باشد. بله و دیگرها هم اعلان کرده بودند که چنین شبکه ها را راه اندازی میکنند و امیدواریم که در مدت سالهای آینده ببینیم که عدد کلانی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیوها و رسانه‌های تاجیک و وبسایت‌های تاجیک فعال باشند و بتوانند که یعنی در روند سیاسی کشور تاثیرگذار باشند. یکی از دیگر این است که یکی از شهروندان ساکنان ناحیه بختر، یک جوان مکتب خوان، معلمی تربیت جسمانی خود رو در ناحیه بختر به یک گپ و مناقشه شده است، با کرد زده است و اون را روانه زندان به 5 سال زندان محکوم کردند. ما سر این نمیریم که کی گناهگار است، ولی ما در اینجا میپرسیم که آیا این چی معنا دارد که وقتی که یک طالب علم وادار می شود یا مجبور می شود که به چنین کار دست بزند، آیا مثلا این مسئولین ما، مقامات مسئولین محترم ما همیشه در فکر این هستند که با قانون ها، با تنظیم ها، با اینها این راهی پیش راه این چنین چیزها و چنین اقدام های نادرست و چنین اقدام های اشتباهی یا جنایت ها رو بگیرند، ولی در میبینیم که برعکس این مشکل ها، این جنایت ها بیشتر شده ایستادند. همینطور نیست؟ یعنی وقتی که شما روحانیان رو به ابرو میخواهید به ابرو کنید، اونها رو یعنی به هر راه بدنام میخواهید بکنید، وقتی که به اونها منبر داده نمیشود، وقتی که در مسجد در جای خدا و رسول و دیگر فقط سیاست و سیاست بازی هست، نتیجه همین میشه دیگر. درست است. من حتی که زمانی که همین قانون تنظیم صادر میشد به محاکمه گذاشته شده بود، من در همون زمان هم در یکی از کنفرانس ها در مرکز تحقیق استراتژی بود صحبت میکردیم. من واقعا هم از اونجا میگفتم که افراطگرایی میگوییم. ما درباره افراطگرایی وقتی صحبت میکنیم همیشه مسئولین ما عادت کردن مردم ما را یک چیزی را بگویند که افراطگرا گفته همیشه جنبه دینی رو در نظر میگیرن. ولی واقعا هم ما به این چیز باید پی بریم که الکی ما در همه چی در افراط رفته ایم. در همه چی، از جمله در معرکه هایمان اونقدر افراط کردیم که مجبور شدیم برای آنها قانونی تنظیم ایجاد کنیم. دوباره آمدیم ما میایم یک کار عجیب میکنیم،
در درست اگر مثلا در معرکه و در دیگر افراط کردن مردم، حکومت از طرف دیگر در قانونهایش افراط میکند و میاد قانونی تنظیم صادر میکند. این هم افراط است، چون که نمیتوان رسم و عادت مردم رو به قانون در آورد. رسم و عادت رو از طرف برنامه‌های فرهنگی، از طریق فعالیت‌های اجتماعی، از طریق ایجاد کردن یک برنامه‌های خاصی فرهنگی و از دینی میتوان که اونها را به تنظیم در آورد. خب دوباره حکومت ما رفت در افراط که قانونی برای تنظیم صادر کرد. این یک طرف. دوباره آمدیم برای تربیت کودکان. در تربیت کودک وقتی که دیدن حکومتداران ما میبینند که پدران نیستند، در روسیه اکثر پدران ما، مادران در خانه ها دوباره دچار 100 تا مشکل دیگر. طبیعی است، زن است، مادر است. ببین یک بار بیایم ما برای مادر تاجیک، برای زن تاجیک، من این رو میخواهم واقعا یک تصور از این یک در ذهن من داشته باشیم. یک مادر تاجیک را ببینید چقدر مشکلات داره. پیش از اینکه یک زن با یک مادر شود، از اینکه زن باشد، وقتی از همین اولین وقتی که شوهر میکند، اولین چیز برای او شروع میشود. آیا شوهرش از او راضی خواهد بود؟ آیا مادر شوهرش از او راضی خواهد بود؟ خوشدامنش. آیا خسرش از او راضی خواهد بود؟ در اویله سنتی تاجیک، در جامعه سنتی تاجیک تمام اینها نگرانی بسیار شدید هستند. آیا برادران شوهرش از اون راضی خواهند بود؟ آیا میتوند اونها را نگه داشته؟ آیا میتوند در اویله دوباره خواهران شوهرش چی؟ اونها خطی چی باید چگونه مناسبت کنند؟ این همه این نگرانی است. دوباره بعد از این معمولا تمام زنای ما وقتی که همین که به شوهر میبرند، بعد یک ماه، 2 ماه، 3 ماه معمولا شوهرانشون میروند به روسیه. یکی از نگرانی دیگری اونها چی میشود؟ شوهری او در روسیه است، در اونجا کار پیدا میکنند، نمیکنند، به دست میلادگرهای روس میافتد، کشته میشود. این هم نگرانیش است. از طرف دیگر در این شرایط امروزه ما نگرانند که نکند که در اونجا با زن روسی دیگری ازدواج کند. شوهرش اگر فراموش شود. بله، این همه و این فراموش می شود. این میگه چیکار میکنم من، مخصوصا بعد از اینکه باز در بطنش کودکی هم داشته باشد. حتی اون دختری کلینی بیچاره در خود خانه شوهرم بوسد و از اون مشکل دارد. دوباره همه اینها به یک طرف، این زن نگران این است که میتواند یکی از اون خانواده با اون جنجال داشته باشد، اون را یک تهمتی بکند. امروز بسیار که از اونجا طلاقش بیاید، که از اونجا با اس ام اس طلاق میشود یا با تلفن یا با چیز دیگر. این همه اینها نگرانی یک زن است. این گونه زن در مقابل همه این نگرانی ها در برای زندگی خودش باز کار هم میکند. بسیاری زنای ما امروز همین طرز در قشلاق ها مخصوصا در زمین ها زنها کار میکنند بیشتر. بر ضمن همه اینها باید فرزندم تربیت کند. حالا آمده حکومت ما چیکار میکند؟ قانونی تربیت فرزند خب برای صادر میکند و باید جوابگری هر یک عمل فرزندش باشد پدر و مادر. این را بگیم مجازات شدید میگذارد. برای کی؟ برای همین پدر و مادری که پدر در روسیه است و مادری که با همین نگرانی ها و با همین مشکلات روبروست. ولی با این همه قانونگذاری کجا میرود اینها؟ آیا کودک تربیت می شود؟ آیا تاثیر دارد بر پدری که در روسیه است؟ این قانون چی تاثیر دارد؟ بر اون مادری که اینقدر نگرانی دارد با این قانون یک نگرانی زیادتر نیست؟ بله. پس این قانون های ما هیچ یگان ذره نفع ملت و مردم رو در نظر نگرفتند. تنها به خاطری نمیدونم یک از دوش خود مسئولیت از دوشون دور کردن و از طرف دیگر یک احساساتی خیلی بچگانه شاید یا چند نفره که در یک جای این را دیدن و همین رو میخواهند در جامعه جاری کنند که این مصیبت ملت ما است. واقعا باز میگویم که وقتی که یک کودک در مکتب مجبور میشود یک معلمش رو کارد میزند، شما تصور کنید که اون کودک، من مطمئنم که اگر دنبالش بگردید، اگر از پدرش از منصبداران نباشد، که معمولا فرزندان منصبداران به چنین کارها دست میزنند بیشتر، اگر منصبدار نباشد پدرش در روسیه است و او از تربیت پدر دور ماندگی است. و از طرف دیگر یک چیز دیگر هم هست که امروز در مکتب‌های ما یک همون متخصصی تربیت یا اینکه روانشناسی که باید با
کودکان کار کند وجود ندارد. بله. و بیاین مکتب ها را با اینها تامین کنید و جای اینکه قانون درباره فلان و فلان میبرید بیاید قانون در این باره صادر کنید که مکتب به روانشناس نباشد. مسئولین لازم برای مکتب ها رو تامین کنید و اون وقت بیاید تمام نگرانی های پدر و مادر رو برطرف کنید. اونها بدونن واقعا مثل جامعه متمدن بتونیم بدونن که وقتی که در مکتب یک روانشناس هست و این باید درباره یک مثلا یک آدم وقتی که میبینن یک کمی مشکل داره یک طلبه باید درباره طلبه معلومات داشته باشد، درباره پدر مادرش، درباره وضع اجتماعیش، وضع خانوادگیش باید معلومات داشته باشد. ولی در جامعه ما چی؟ یکی از دوستان من از چچنستان است و او رفته است در طرف نروژ، فعلا شهروندی دارد و میگوید که در اینجا در نروژ فرزندش در مکتب درس میخواند، بسیار همه شرایط خوب اینها و باز از مکتب آمدن به طرف پدرش خواهش کردن که شما برای فرزندتون یک معلمی زبان چچنی پیدا بکنید و مکتب آماده است تمام مصارف را میدهد، زیرا این فرزند شما با اینکه نروژی را خوب میداند و دیگر ولی این چچنی است باید از گذشته خود دور نباشد. ببین تو این حد اونها درک میکنن، میفهمن، توجه میکنن. ولی در ما چی؟ در ما باید استودنت با ماشین نرود، با این نرود، یک چیزهایی را یا چی قدر اون پای افضالش چند قدر باشد، ریشش چند قدر باشد، دیگرش باشد. ولی در این که همون که پیشتر هم گفته بودیم که اگر واقعا مکتب رو میخواید، احترام معلم میخواید، معاش زیاد بکنید. شما شرایطی مثلا شرایط مهیا بکنید که فرزند پدران مکتب بچه ها با روسیه و با دیگر جا نروند، در اونجا باشن. ببینید دوسته این مشکل ها حل میشد. ولی حکومت ما یک عادت دارد که همیشه میخواهد بار مسئولیت رو از گردن خود خالی بکند و همیشه گناهکار پدر است، مادر است، دیگر است. یکی از خبرهای مسئله دیگر هم هست در این شما یه بار صبر کنید. همین مسئله 5 سال زندان، یعنی شما تصور کنید برای یک کودک 5 سال زندان. بله. در کشورها در کجا شما دیدید که برای یک کودک زندان در نظر بگیرن؟ اصلا چرا مؤسسه اصلاحی نه؟ بله. چرا اون رو نمیبرن اصلاح کنن واقعا و باید ببرن زندان و بعداً او معلم مطمئنا معلم نمرده است، هیچی نشده است، مثلا با کشته نشده است از ضرب کورد، ولی زخمی شده است. ولی عمر این جوان با این کودک اینقدر برای اینها به ارزش است که 5 سال باید پشت پنجره برود و در او پشت پنجره باز عادت ها و کارهای را یاد بگیرد که آیندهش اصلا دیگر معلوم نیست. اصلا شما ببینید اصلا قدر و منزلت انسان را ببینید به چه حد پایین بردن. 5 سال برای اونها هیچ ارزشی ندارد. عمر انسان برای این مسئولین مثل نمیدونم بادی هوا. همونی که استاد برزو گفته است که اگر غلام در کشورت باشی پس در غریبی هم غلام میشوی. همین است. یعنی وقتی که در اینجا این بیچاره این است، دیگر اون این چیزها را میبینن، اون هم طلبه هاشون و دیگر اون همسیفاشون میبینن که چه حال را در این وطن هست. یکی از خبرهایی که دیگر این است که مقام تاجیک گفتن که طرف بیشکک طلب دارد که بعضی زمین ها را از ناحیه مرغا و جرگتال به آنها بدهند. یعنی در بسیاری مسائل آنها موافقت کردن. دون نقطه‌ای که فعلا مورد خلاف است این است که زمین ها در ناحیه جرگتال و در ناحیه مرغاب بدخشان مورد بحث است و بعد این به یک سازش میرسند. ولی ببین در اون طرف قرقیزستان همسایه ما یک حکومت تنها نیست، در برابر حکومت یک جامعه شهروندی قوی قرار دارد و در این طرف ما پارلمان مستقل دارد و همه چیز به رسانه ها میرسد. در ما یک مسئولینی که فعلا میخوان هرچی واقعا اینم خوب است که میخوان مشکل کمتر شود با همسایه، ولی به حسابی که به حساب سرزمین یعنی ملت، یعنی سرزمین این دخل ناپذیر است. باید اگر 1 متر اون رو میخواهی به دیگر کس بدی باید این ملت باید راضی باشد، این ملت رو در اشتراک بیاندازی که این ملت بفهمد که شما با اون چیکار کرده اید. واقعا هم وقتی که مثلا روسیه الاسکا را با 1 میلیون میفروشد و امروز میبیند چقدر ضرر کرده است، یا اینه که ما با چین
در حالی دادیم که ما بیش از 50% قرضهایمان از چین هست. ما با اون دادیم و امروز احساس میکنیم که چقدر ما مثلا واقعا هم در مسئله چین واقعا شما ببینید در مسئله چین ما 1000 کیلومتر زمینمون رو با اون دادیم. خب حالا شما ببینید اگر مردم غلام نباشد یک بار کسی از مردم پرسی؟ واقعا باید از مردم اجازت میگرفتن اگر این رو میخواستن بتیان، ولی کسی از مردم پرسی؟ و در قانون اساسی هم نمیپرسن. از غلام کسی چیزی نمیپرسن. بله همین است. این در حالی است که در سرقانون کشور که فریاد میزنن که احترام مثلا سرقانون یا قانون اساسی در قانون اساسی اومده است که یعنی سرزمین خطه این دخل ناپذیر است. هیچ کس، نه رئیس جمهور نه پارلمان، هیچ کس حق نداره که در اون سالنگاری کند یا به کسی بدهد. ولی امروز ما داریم زمین های ما داده میشوند و رسانه ها خبر ندارد، ملت هم خبر ندارد و در یک حالت خیلی ضعف قرار داریم. در برابر ما قرقیزستان که همسایه خوبی ما هستند ولی متاسفانه در شرایط خیلی خوبتری از ما قرار دارند که جامعه شهروندی قوی دارند، پارلمان قوی دارند، رسانه های قوی دارند، رئیس جمهوری منتخب دارند. بله اینها در حال هستند، پیشوا ندارند. ولی اونها واقعا یعنی اگر هر کسی که این سلسله مشکلاتی که در طرف اسفرا و اینها با قرار شد وقتی که اون رو واقعا موضوعی تحلیل بکنید میبینید که اونها فعالتر و موفقتر بودن از ما. و امروز ما میایم بدون اینکه به مردم بگذاریم، مردم هم درک کند، ملت هم بفهمد که با این سرزمین هایش چیکار میکنید، این نباید سهل. یعنی من از مقامات محترم کشور خواهش میکنم که در این مسئله باید بسیار سهلنگار نباشند و این داغی میشود که تا آخر عمر، تا وقتی هستی این داغ در نام شما میماند، مثل اینکه در بوچین کردیم. بله واقعا هم این ملت باید، این مسئولین ما باید درک کنن که این ملت این یک ملتی این حال غلام نشده است. درست است که شما تمام تدبیرهای غلام کردن ملت رو پیشه گرفته اید، ولی این مردم تا حال غلام نشده است. بیایید از مردم بپرسید، بیایید مردم رو در جریان بگذارید، خبر کنید، بگویید که چی بچی است. در تنهایی در پشت پرده ها و در پشت درهای بسته قضیه سرزمین ملت رو حل نکنید. زیرا که این ملت وطنش رو دوست می‌دارد. ما مطمئنیم همچنانه که ما واقعا وطن خود رو دوست می‌داریم و نمی‌خواهیم که یک وجب از خاک او به کسی بخشیده شود. این سرزمین مال پدری هیچ کس نیست. این میراث پدری کسی از شما نیست که به کسی خواستید ببخشید و به کسی خواستید هدیه کنید. این واقعا هر چی که می‌شود باید با اجازت ملت شود، باید از مردم در جریان باشند. این تا کی با چنین مسئله ببینید طرف قرقیزستان علاقه هر چیزی که سازشنامه‌ای که تا حال شده است اونها در رسانه‌ها منتشر شدن، مردم از اون علاقه خبر دارند، ولی از ما چی؟ کسی خبر ندارد. اینه که رادیوی آزادی، تشکری زیاد از رادیوی آزادی که این قضیه رو مطرح کرده است و این از پشت این کار شده است. واقعا هم نباید ما در برابر این، درست است که شما آینده ما را گرفتید، آینده ما را با آینده ما بازی کردید. درست است که شما تغییر الهه های میگذارید که نه تنها آینده ما، آینده فرزندهای ما را زیر تاثیر منفی قرار میدهد، ولی حداقل سرزمینی که در اونجا نافهای ما، خون ناف ما ریخته است، در اونجا ما زاده شدیم، این ملت با همه قوم و منطقه هاش در اینجا زاده است، نباید با این سرزمین سازی شود و بازی شود و به حداقل سهلنگاری شود. بگذارید مسئولین محترم این هر سازشی که با اون طرف همسایه میکنید شما باید به مردم بگذارید که مردم هم بداند، خلق بداند، ملت بداند که شما چیکار کردید. وگرنه مثل همون کمبودی که در با چین شد، این مشکلی باز دوباره یعنی به سراغ ما خواهد آمد. بله درست است. دیگر خبر این است که
تاجیکستان تیم ملی منتخبی زیر 22 جوانان تاجیک در جام اتحاد که در روسیه این روزها برگزار می شود در اولین بازی خود از روسیه باخت. در برابر روسیه 2-1 باخت و واقعا هم یک چیزی که در این خبر آمده است خیلی خوش حال کننده است این است که در این بازی اکثری اونهایی که تماشابین بودن تاجیک ها بودن و منتخب تاجیکستان رو خیلی خوب تشویق میکردن. واقعا هم بیایید ما در مسائل ملی مثل که این برادران مهاجران ما که صد عذاب میکشن حقوقشون نقض شده است آمده است ولی این ارزش ملی وقتی که مسئله ملی آمد میان طرفداری میکنن. امروز ما هر اختلافی که با حکومت داریم مشکل داریم ولی در مسئله سرزمین در مسئله ارزش های ملی مسائل عمومی ملی یک جا هستیم درد داریم باید ما در این مسئله و واقعا هم این چیزی خیلی خوبی است که و امیدواریم که مهاجرین تاجیک در الحمدلله این تاجیک این خصلت رو دارد با این همه مشکلی در این مسائل یک جایه باشیم باید دستگیری کنیم. اونها هم فرزندان ما هستند اونها هم خوش میشوند وقتی که اومدن میبینن که مهاجرین با این همه مشکلاشون میان اونها رو تشویق میکنن از اونها حمایت میکنن این باعثی یعنی روح بلندی اونها میشود. درست است واقعا این مهم است. بله خبر دیگر این است که اکای زینت الله اسماعیل زاده رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان شده است و ما این استاد زینت الله اسماعیل زاده را تبریک میگوییم و برایش موفقیت و همچنین برای اون رهبریت جدید اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان تبریک میگوییم و برایشان آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که این اتفاق ژورنالیستان از این زیوا بیرون بیاید. دیگر یک واقعا هم ژورنالیستای فعال خوب داریم ما در جامعه ولی به هر حال یک موقع شهروندی واقعا برای در جامعه شهروندی کشور ژورنالیستان واقعا از موقع خاص برخوردارن یک موقع خاص دارن در بین جامعه و امیدواریم که این جایگاه حفظ شود رشد یابد و بتواند در آینده تأثیری بیشتری بر عملکرد چیزهای نهادها و همچنین به رشد جامعه بگذارد. و نگفتن هموند ما تبریک میکنیم زینت الله اسماعیل زاده را و راستی تبریک ما باعث نشود باز چیز شود که ما با دولت خوجه احمد وقتی که گفتیم که دوستم احمد خوجه دوستمان احمد خوجه الکی اظهار ناراحتی کرده است که من دوست شما نیستم. بله و به هر حال وضعیت اونها را نفهمیدن. بله چون واقعا عجیب است وقتی که یک نفر تو این حد بیچاره شده است که از جرأت این رو ندارد که دوستی و دشمنیش رو خودش انتخاب کنه. بله همون بیتی که میگفتید سلام و ما سلام نکن تو سلام رو نکشند کبوتر حرم احترام رو نکشند. درست است ولی نه ببینید شما وقتی که آخر آدم اختیاری دوست و دشمنش رو حتی انتخاب کردن ندارد از این که یک از او رو دوست بگوید میترسد این مصیبت است این غلامی است. من واقعا میگویم اگر شما جناب احمد خوجه دولت نگویم دوستم احمد خوجه حالا چون به شما مشکل نرسد و به قول شما هموطن عزیز احمد خوجه دولت اگر شما هر چی فکر میکنید من شما رو دوستی خودم میدونم چون من دشمنی ندارم به عنوان تاجیک. من مشکلاتی را اگر که میگویم واقعا این از سر دلسوزی هم است دوست داشتن وطنم است و دلسوزی به ملتم است و اون چی که من میگویم به خاطر دشمنی نه به شماست نه به کسی دیگر. من با هیچ کسی دشمنی ندارم. من واقعا همه را دوست میدارم و همچنین شما را اگرچه شما نپذیرید و این مشکل شماست. واقعا هم ژورنالیستیکا یکی از نهادهای فعالی بله جامعه مدنی ما هستند بله. و در مسائلی یعنی مسائل ملی موقعی گرفتن که حتی حکومت به اون حد نداشت. مثلا در مسئله
همین عمرعلی نظروف. بله. اینقدر اینها نوشتند و مردم رو باخبر کردند و حتی بسیاری وقت می شود که این روزنامه‌نگارانی وطن دوستی ما هستند که طرف مقامات رو مجبور میکنن یا احزاب مخالف را که یک اظهارات نشان عکس عمل نشان بدهند یا واکنش در مسائل مختلف نشان بدهند. واقعا هم امیدواریم که با رهبری استاد زینت الله اسماعیل زاده اتفاق ژورنالیستان و اون رهبر ریاست جدیدشان با این ریاست جدید این اتفاق ژورنالیستان پیشروی‌های خواهد داشت در سال‌های آینده. خبر اخیر این است که برای این علاوه ها و اضافه هایی که در سر قانون منتظر یعنی قرار است وارد شوند ماه می گذشت آینده رأی پرسی عمومی برگزار می شود. یعنی یکی از منابع به آزادگان گفتند که احتمال دارد که این رأی گذاری یعنی رأی پرسی برای وارد کردن سر علاوه و تغییرات به سر قانون کشور در ماه می آینده خواهد شد. بله. دیگر رأی پرسی دیگر جای مثل دیگر انتخابات ها هم بله طبیعی است، مثل دیگر انتخابات ها حتما 80% بیشتر شرکت میکنن. بله. در این ما پیش از قبل معلوم است نتیجه انتخابات های ما، هر انتخاباتی در تاجیکستان شود معلوم است نتیجهش. 80% بیشتر شرکت میکنن و 80% بیشتر هم به اون چیزی که حکومت میخواهد رای میدهند. ولی وقتی که شما در تاجیکستان بودید پیش از ممنوعیت حزب شما هم شرکت میکردید در انتخابات ها. بله. هرچند مخالفین شما هم میگفتند که این انتخابات ها فایده ندارد ولی شما شرکت میکردید. ما حاضر نمیگیم شرکت نکنن مردم. واقعا من حاضرم مخالف اینم که مثلا مردم شرکت نکنن. بگذار مردم بروند و واقعا هم رأی همون حرف دلشون در اونجا بگن، بپرتاین در اونجا. بگذار اونها شاید تقلب کنن، اونها دروغ بگن، ولی بالاخره بفهمن که مردم با اونها نیست. واقعا همین را میدونن و مردم هم حتی با وجدان خودش هم یعنی حسابش را سفید بکند. بله. خالی بکند و بگوید که همون چیزی که در دل دارد اون رو بنویسد اون نه است یا بله است. ولی متاسفانه نتیجه همون خواهد بود که از اون قطعه های سحرناک ما همیشه اون چیزی میآید که یکی از داستان‌های جالبی است که میگن که یک مسافر اومده در گرد همون قطعه انتخابات دور میزد، اون دست میزد و بوسه میکرد و میگفت که در معجزه های این صدقه این بسیار چیزی معجزه ناک بود است. میگه چی تبرک یعنی تبرک ده برای چی میگی تو؟ میگه که آخه ما هرچی در اینجا اومدیم همه مردم ما که همه خشت بود میشناسیم همه را میشناسیم اومدن همه حزب نهضت آواز دادن اینجا برآمده خلق دموکراتی همش این دیگه معجزه اختیار آخی. ولی قطعه های معجزه‌ناک انتخابات ما همیشه هر معجزه را قادر در کشورهای سوم یا کشورهای غیر دموکراتی چنین شوخی ها چنین مواردی که واقعا تعجب آور است و زیاد هستند. بله. بینندگان گرامی این بود برنامه بازشگرد. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصری شما باد. شاد و موفق باشید.